استاد همین مردم ریش حینه سیاه مینن، همین در اسلام درست است آمادگی است فقط سیاهش؟ اگر رنگش سیاه باشد، آن آدم هایی که روایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و جنبوه سواد، این موی سفید بریتون موهاش رنگ کنیتون لیکن از رنگ سیاه پرهیز کنیتون گفتن. بناهن آن آدمایی که همین روایتی صحیح گفتند و این سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، بله گفتند که سیاه کردن رنگ ریش یا موی اجازت نیست گفتند. و آن آدم‌هایی که اگر سیاه نباشد، مثلا سرخچه باشد یا رنگ سیاهی مخلط باشد، سیاهی آمیخته شده با سرخ، سیاهی آمیخته شده با سبز مانند رنگ ماش رنگ، مثلا این چیزا یگان شک و شبهه نیست برای اجازت بودنش. اختلاف در مسئله فقط سیاه است. در همین حدیث ابوبکر گفتن که پدر ابوبکر گفتن که جنبوه السواد، از سیاه پرهیز کنید، گفتن یعنی که رنگ سیاه نکنید. و بعضی آدم ها میگن که اینش سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، سخنی راوی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلق روی تا موی سفید رنگ کنید تا موش گفتن، نگفتن که از رنگ سیاه پرهیز کنید، نگفتن میگن. و این روایت هم یعنی که دلیلش قوت دارد. به هر حال اگر برای از خلاف برآمدن یا رنگی که آمیخته به سیاه باشد بهتر است. و این شخصی اگر زنگیر باشد، یعنی که موهاش اگر سفید باشد و سیاه کرده باشد، زن آگاه کند که من موهام اصلا سفید و سیاه کردگی هستم. این بعضی علما در زیر شرحش ذکر کردگی هستند تا اینکه فریب نشود، یکی نشود که سحر از خواب میخیزد که یک در برش یک موی سفید است که گوید که تو من فریب دادی، خودت یاش میگرفتی پیر بودی گفته. فهمیدید؟